خب به نام خدا این کتابچه در درایوینگ مانوال هست. هر کس که خواسته باشه که امتحان دریوری در ورجینیا را بده باید این کتابچه را اول بخونه. امتحان به دو قسم است، یکی امتحان نظری است، یکی امتحان عملی است. برای امتحان نظری که پشت کامپیوتر است میرین امتحان میدین باید این کتابچه را بخونید. دیگه قسمت اول کتابچه کلاً راجع به از این معلومات داده که امتحان چند نوع امتحان داریم، چند دانه امتحان است که وقتی که میخواین دراویز لایسنس خود بگیرین که گفتم بیشتر یکی امتحان نظری است، یکی امتحان عملی هست. باز گفته شده که در امتحان نظری که پشت کامپیوتر میشینین چند تا سوال است، چند بخش است. روزی که به امتحان میرین که میخواین امتحان خور بدین چه چیزایی چه اسنادایی با خود ببرین، مثلا پروف آف رزیدنسی باید ببرین، مثلا دیگه مدارک دیگه باید همراه خود ببرین دیگه. و همچنان راجع به ازی گفته میشه که امتحان دوم که امتحان عملی هست که بیهایند the wheel هست، چه موتری با خود ببرین، در روز امتحان چه کارایی انجام بدین. دیگه کلا راجع به همو دو امتحان مختلف به شما معلومات داده میشه. دیگه این قسمت خودتون ریویو کنین، بخونین. از این قسمت در امتحان نظری کدام سوال نمیه، خودتون بخونین دقیق. اینجا مثلا گفته که امتحان شامل کدام بخش ها هست. امتحان نظری دارای دو بخش است. در صورت ناکام شدن در امتحان نظری باید چه کارایی بکنین. امتحان مهارت های روی جاده یا امتحان عملی چه کارایی باید بکنین. مثلا باید یک موتر ببرین، موتر باید بریکایش کار کنه. اینا خودتان کلشان بخونین. از اینا امتحان نمیه اما خوب است که بخونین، پیش آگاهی داشته باشین. معلومات مفید میدن برای شما که قبل از امتحان که میرین چه چیزایی باید مد نظر داشته باشین. وقتی که روز امتحان میرین از شما معاینه بینایی میکنه. یک دستگاهی داره، داخل از دستگاه میبینین، نمبرار میخوانین، بازو میبینه که چشمایتان ضعیف است یا نیست. اگر مثلا به عینک نیاز داشته باشین باز باید برین از دکتر عینک بگیرین. خب از بخش دوم از این قسمت سوال میه. این بخش باید خیلی دقیق بخونین، خیلی خوب تمام معلوماتش رو باید صحیح یاد داشته باشین، به خاطری که بخش اول امتحان که هست 10 تا سوال است. از 10 تا سوال باید تمام سوالا را شما یاد داشته باشین و درست جواب بدین. اگر حتی یکی هم اشتباه جواب بدین امتحان ناکام میشین. دیگه این گپ هم شاید خودتان بفهمین که هر نفر 3 بار میتونه که امتحان بده. 3 دفعه چانس داره. بعد از 3 دفعه که اگر فیل شد که نتونست که امتحان پاس کنه باز باید بره کورس درایوینگ بگیره که او باید فیس بده. نمیفهم 500 از 600 از چقدر هست. باید فیس بپردازه، بره دوباره پس بخونه. کتابچه رو همراهش یک نفر ریویو میکنه. بازو وقت دوباره پس امو کورس براشون یک ورق میدن. بازو ورق باید ببره به DMV باز دوباره براش اجازه میده که دوباره امتحان رو بگیره. مقصد هر کدامتون باید سعی کنین که همو 3 دفعه اول امتحان خود پاس کنین. دیگه کسی هست که ما بین شما خواسته باشه کدام معلومات اضافی دیگه بده یا تجربه داشته باشه که رفته امتحان درایوینگ پرمیت داده، کدام چیزی خاصی در ذهنش هست که میخواه با دیگران شیر کنه، میتونه که خود آن میوت کنه صحبت کنه.
بله مشنوی راهله جان؟ سلام. راهله جان من 2 بار رفتم در پرمت، در دیگر روزا کامیاب نشدم. باز یک کس من گفت که روز شنبه برو اینمی کتاب را که میخوانی دقیق اینمی سوال ها میه، اما باز من که تو شنبه رفتم واقعیت که اینمی سوال هایی را که خوانده بودم کتاب اینمی آمده بود. باز من امروز شنبه کامیاب شدم. خب یعنی دقیق مثل کتابچه آمده بود؟ آها اینمی سوالایی را که اینمی کتاب است من امیر خواندم. 2 بار رفتم، یعنی در دیگر روزا رفتم کامیاب نشدم، ماندم، فیل شدم. بازم یک کس من گفت که هر وادی که میری شنبه برو. باز روز شنبه که رفتم یعنی واقعیتش که اینمی سوالا آمده بود، دقیق اینمی سوال. خب کدام لوکیشن هستین؟ کجا رفتین؟ کدام دی ام وی رفتین؟ این دی ام وی ویرجینیا دیگه، وود بریج. وود بریج بوده. او را دقیق نمیفهمم. مقصد ای را میفهمم که هر لوکیشن از خود سوالای مختلف میارن. حتی بعض وقتا میگن که یک روز ممکنه شما برین امتحان دیگه سوالا باشه، دیگه روز دیگه سوالا دیگه باشه. او را دقیق نمیفهم. مقصد شما باید خوب صحیح کتابچه را خوب دقیق بخونین. به احتمال زیاد تمام سوالا از همین کتابچه میایه. باز که نیومد دیگه روزش برین، خیر است، مشکل نیست. بازم تشکر که این گپ گفتین. دیگه کسایی که فکر میکنن که میخوان دقیق مثلا سوالا از کتابچه بیایه، همون قسم که شما گفتین روزای شنبه برن. اما نمیفهمم، من دقیق مطمئن نیستم که آیا مثلا یک شنبه ممکنه دقیق بیارن یا شنبه دیگه همون چیز هست یا سوالا فرق میکنه. تا جایی که من خبر دارم سوالا هر روز اونا چینج میکنن. نمیفهم دیگه که هر روز شنبه ممکنه سوالایش یک چیز باشه یا او تغییر میده. مقصد چیزی که ما میفهمم این هست که دقیق این کتابچه رو بخونین. همین بخش دوم رو خوب بخونین، مطالعه کنین. حتما سوالا از داخل همین کتابچه میه. خب دیگه کسی دیگه هستی که چیز اضافه کنه؟ خب پس ادامه میدیم. بخش دوم گفته سیگنال ها، لوحه ها و خطوط نوشته های روی جاده. گفته که اینجا این بخش که هست راجع به سیگنال های ترافیکی، لوحه های ترافیکی، خطوط روی جاده، کورب یا حاشیه سرک که رنگ‌آمیزی شده، راجع به از اونها معلومات میده. گفته سیگنال ها، اشاره ها و خطوط ها، نوشته های روی جاده به مقصد کنترل ترافیک و جریان منظم ترافیک استعمال می شود. شناخت اینها مهم است و در جریان رانندگی بر آن عمل باید کرد. مراعات ننمودن این اشاره ها تخلف از قانون است. پس میگه که همین چیزهای ترافیکی که هسته، لوحه های ترافیکی رو شما باید مراعات کنین، تخلف نکنین از اونها، به خاطری که تخلف از آنها غیر قانونی است. دیگه کلاً به این فکر کنین که همین چراغ‌های راهنمایی یا لوحه‌های ترافیکی که هسته، اینا کلشون به شما معلومات میده که مثلا یک سرک چقدر سرعت داره. مثلا پیشا پیش به شما معلومات میده که آیا چراغ سرخ است، چراغ سبز است، مثلا چراغ پیش رویتان هست، اشاره ترافیکی هست نیست. به شما معلومات میده که درست بتونین رانندگی کنین و تصادفات کم بشه. این قسمت گفته که سیگنال های ترافیکی باید توسط رانندگان وسایط، بایسکل، موپد، موتورسیکلت و افراد پیاده رو در جاده مراعات کردن. پس نه تنها به شما به حیث یک درایور باید این چیزا رو مراعات کنین، بلکه کسایی که بایسکل سوار هستن، موتور استفاده میکنن، موتورسیکلت استفاده میکنن و حتی کسایی که پیاده را میرن باید از این قانون مقررات رو مراعات کنن. خب اینجا گفته که از اشاره سرخ شروع میکنه که اشاره سرخ چی هست؟ گفته اشاره سرخ به معنی توقف کامل است.
با دیدن اشاره سرخ باید در ساحه خطوط یا استاپ لاین توقف نمود. در صورتی که گفته که در صورتی که خط توقف موجود نباشد باید قبل از داخل شدن به چهارراهی و یا قسمت پیاده رو توقف نمود. تا زمانی که اشاره ترافیکی سرخ است حرکت نکنید، به استثنای اینکه اجازه حرکت را با اشاره سرخ داشته باشید. پس وقتی که چراغ شما سرخ است همیشه باید توقف کامل کنید. به این معنی که توقف کامل باید نمود. منتظر باشین تا او سبز بشه و همیشه موتور شما باید قبل از اینکه شما به خط برسین، به خط سفید، معمولا به منطقه هایی که مثلا چراغ سرخ هسته اونجا یه خط سفید هم کشیده شده یا معمولا پیاده رو هست یا یه خط میکشن. گفته پشت همون خط باید شما استاپ کنید، وسط خط استاپ نکنید. دیگه توقف کامل میکنین، منتظر میباشین تا سبز بشه، باز حرکت میتونین بکنین. خب دور زدن به طرف دست، گفته دور زدن به طرف راست در موجودیت اشاره سرخ. وقتی که میخواین به دست راست دور بخورین و چراغ شما سرخ است باید چه کار کنین؟ باید اینجا گفته که با اشاره سرخ میتوان به طرف راست جاده دور زد، اما قبل از دور زدن باید توقف کامل نمود. به سمت راست و چپ نگاه کرد، احتیاط نمود و حق اولویت را مراعات نمود. بعداً به طرف سمت راست دور بزنید. در صورت موجودیت اشاره منع دور زدن و علامت تیر که متوجه طرف راست می باشد، در چهارراهی باید طرف راست در موجودیت اشاره سرخ دور زده نشود. وقتی که چراغ سرخ است شما میخواین به طرف دست راست دور بخورین. اگر کدام ساینی نیسته که نوشته نیسته که no turn on red، وقتی که کدام ساینی نیسته، کدام همین لوحه‌ای که گفته no turn on red اگر نیسته، به این معنی که اگر سرخ باشه شما میتونید به طرف دست راست دور بخورین، اما باید توقف کامل نمود. اول باید توقف کامل کنین، ببینین طرف راست خود، طرف چپ خود. اگر کدام موتوری نبود باز وقت شما حق ازیر دارین که برین. باید حق اولویت باید به دیگران اجازه بدین که اونا برن، باز شما میتونید. اما اگر نوشته کرده بود، یک لوحه نوشته کرده بود no turn on red نوشته کرده بود، به این معنی که نباید شما وقتی که چراغ سرخ است نباید برین. باید منتظر باشین تا سبز بشه، باز وقت به طرف دست راست دور خورده میتونید. درست است؟ واضح شد؟ فهمیدین این قسمته؟ این خیلی مهم است. باید مثلا بفهمین که چی وقتی که چراغ سرخ است آیا میتونین به دست راست دور بخورین یا خیر. میتونین دور بخورین اگر لوحه no turn on red باشه، اما باید توقف کامل نمود. به طرف دست راست و چپ نگاه کنین. اگر پیاده رو کسی از سرک تیر نمیشد، موتورسیکلت نبود، بایسکل سوار نبود، اونا کلشان حق اولویت دارن. باید اول اونا رو بذارین باز شما برین. خب دور زدن به طرف چپ در موجودیت اشاره سرخ ترافیکی. حالا گفته که میخواین به طرف دست چپ دور بخورین و چراغ ترافیکی هم گفته سرخ است. گفته در صورتی که شما روی جاده یک طرفه در حرکت هستید و میخواهید به طرف سرک چپتان که نیز جاده یک طرفه است دور بزنید، میتوانید با چراغ سرخ دور بخورید. اما قبل از دور خوردن باید توقف کامل نمود. به سمت راست و چپ نگاه کرده، احتیاط نموده، حق اولویت رو مراعات و بعداً دور بزنید. پس گفته که اگر به طرف دست چپ میخواین، معمولاً به طرف دست چپ اگر چراغ سرخ است نباید دور بخوریم. اما اینجا استثناء قائل شده، گفته که اگر میفهمین که همون سرک یک طرفه هست، یعنی همون ترافیک به یک طرف روان هستین، بازم به همون حال باید شما توقف کامل کنین. توقف کامل کنین، به طرف دست راست و چپ
باید ببینین اگر موتور چیزی نبود باز وقت به سمت سرکی که گفتم سرک یک طرفه به سمت از اون سرک باید میتونین که در بخورین. اما در صورت گفته که no turn on red نباید به طرف دست چپ هم دور بخورین. تیر سرخ اینجا میبینین که چیزش هست، چراغش هست، یک تیر سرخ هست به طرف دست چپ. گفته که تیر سرخ به چی معنی؟ گفته به معنی اینکه صرف در صورتی که در مسیر علامت تیر در حرکت باشید باید توقف نمود. در قانون ورجینیا نمیتوان در صورت نمایان شدن تیر سرخ در مسیر آن حرکت نمود. به استثنای اینکه علامه های right on red, arrow after start right on red یا left on red, arrow after stop در چهارراهی نصب شده باشد. در این صورت میتوان بعد از توقف و احتیاط به مسیر تیر حرکت کرد. خب گفته که تیر سرخ است، میگه که وقتی که شما که درایو میکنین اگر میبینید که تیر سرخ است باید شما استارت کنین، توقف کامل کنین، منتظر باشین تا او سبز بشه. مگه که لوحه داشته باشین، داخل لوحه نوشته کرده باشه که left on red allow after stop، یعنی که همین تیری که میبینین که سرخ است میتونین برین، مگه باید اول استاپ کنین باز وقت برین، که خیلی کم پیدا میشه. ما جایی ندیدم داخل ورجینیا، ما جایی ندیدم که همین لوحه باشه. مقصد اگر بود تمام لوحه ها رو صحیح دقیق بخونین باز وقت تصمیم میگیرین حرکت کنین. در غیر اون صورت باید استارت کنین، توقف کامل کنین، بذارین تا همون تیر سبز بشه. سبز که شد باز وقت میتونین که حرکت کنین. او هم گفته که به مسیر تیر حرکت کنین. فهمیدین؟ یعنی که اگر همین تیرک به طرف دست چپ است ما باید به داخل لاین دست چپ باشم دیگه. باید به داخل لاین دست چپ باشم. وقتی که سرخ است، تیر سرخ است، باید استارت کنم، منتظر باشم تا سبز بشه. سبز که شد باز حرکت میتونم بکنم به طرف همون تیر، که مثلا اگر اینجا طرف چپ است به طرف دست چپ حرکت کنم. گفته که هر ایالت از خود قانون دارد، پس باید هر ایالت قانونش رو بفهمین، مطالعه کنین. خب پس تیر سرخ رو فهمیدین دیگه که باید استارت کنین، توقف کامل کنین، باید منتظر باشین تا سبز بشه. اشاره سرخ که خاموش و روشن می شود. یک چراغ سرخ است اما ثابت نیسته، او خاموش و روشن میشه. به چی معنا هست؟ گفته در این حالت باید توقف کامل نمود. در صورت خالی بودن جاده از وسایل و اشخاص پیاده رو میتوان عبور نمود. در محلات عبور خط ریل حتی در صورت معلوم نشدن ریل نیز باید توقف کامل نمود. پس چراغ سرخ وقتی که خاموش و روشن میشه دقیقاً مثل استاپ ساین است. یعنی که شما باید توقف کامل کنین، دست راست خود دست چپ خود ببینین. اگر موتور یا بایسکل چیزی نبود باز وقت میتونه شما حرکت کنین. در غیر اون صورت حق اولویت از دیگران است، باید اونها رو بذارین که بره باز شما میتونین برین. خب تیر سرخ که خاموش و روشن می شود. خب این که چراغ سرخ بود که خاموش و روشن می شد، اگه تیر سرخ هم بود که خاموش و روشن می شد دقیقاً مثل همون استاپ ساین است. گفته این موضوع فوق اما صرف در مسیر تیر قابل تطبیق است. در صورت حرکت واسطه در مسیر آنها دیگر در مسیرهای دیگر می توان به رانندگی خویش ادامه داد. پس تیر شما سرخ است و خاموش و روشن میشه. دقیقاً مثل همین هست، همین بالا که میبینید که تیرک است، تیر سرخ است اما خاموش و روشن میشه. وقتی که خاموش و روشن میشه میگه دقیقاً مثل همین چراغ سرخ است که خاموش و روشن میشه، باید توقف کامل نمود. توقف کامل میکنین، حق اولویت از دیگران است، به دیگران حق اجازه میدین و به
و اگر کسی نبود داخل سرک، به طرف همون تیر حرکت میکنیم. این شد تیر سرخی که خاموش و روشن میشه. اگر تیر خاموش و روشن نمیشد باید استارت کنین تا ثبت شه. خب این قسمت گفته چراغ و تیر زرد. چراغ زرد داریم و تیر زرد داریم. داخل عکس‌ها می‌بینید چراغ و تیر زرد هر دویشان یک چیز است. خب می‌خوانیم ببینیم که چی گفته. گفته چراغ و یا تیر زرد به معنی احتیاط است. در صورتی که به چهارراهی داخل نشده اید باید توقف نمایید و در صورتی که توقف مسئول نباشد با احتیاط عبور نمایید. در صورتی که بعد از داخل شدن به چهارراهی اشاره زرد روشن شد باید با احتیاط عبور نمود و برای عبور قبل از سرخ شدن چراغ سرعت را زیاد نسازید. گفته که همین چراغ زرد و فلش زرد چی هست؟ به معنی احتیاط است. احتیاط یعنی که سرعت خود پایان کنید. معمولا وقتی که میخوایی که چراغ سرخ بشه اول زرد میشه، یعنی احتیاط کنین. میخوایی که چراغ شما سرخ بشه باید احتیاط کنین، سرعت خود کم میکنین، پشت خط استاپ بشین به خاطر که او قرار است سرخ بشه. پس همیشه فلش زرد و چراغ زرد به معنی احتیاط است. باید سرعت خود کم کنین، استارت کنین که قرار است که چراغ شما سرخ بشه. دیگه اگر فکر میکنین که سرعت شما بیش از حد است، بیش از حد مثلا سرعت شما بالا است و نمیتونین که استارت کنین اگر چراغ زرد است خیر است زودتر عبور کنین برین، به خاطری که به زودترین فرصت خود چیز میشه دیگه، سرخ میشه، باز باعث تصادفات میشه. پس هر وقت که چراغ زرد یا فلش زرد دیدین سرعت خود پایان کنین، استارت کنین، به خاطری که قرار است که همون چراغ شما سرخ بشه دیگه. خب یازی بود. حال چراغ زرد است خاموش و روشن میشه. گفته چراغ زردی که خاموش و روشن میشود به این معنی است که سرعت خویش را کم نموده و با احتیاط به مسیر حرکت خود ادامه دهید. این اشاره در محلاتی که خطر بیشتر از حالت نرمال موجود می باشد فعال می باشد. خب تیر زرد که خاموش و روشن می شود در صورت خالی بودن سرک می توان به مسیر تیر حرکت نمود. در صورتی که اشاره سرخ ترافیکی به زرد تبدیل گردد و افراد پیاده، باسکل، موپد در حال عبور از جاده باشد برایشان باید اجازه عبور داده شود. خب همیشه اگر چراغ زرد است خاموش و روشن میشه یا تیر زرد است که خاموش و روشن میشه، به این معنی که شما باید سرعت خود کم کنین، به معنی احتیاط است. فهمیدین؟ پس بیشتر وقتا ما این چراغ رو وقتی دیدم که آب و هوا خراب است. وقتی که آب و هوا خراب است، آب و هوا بارانی است، همین چراغ زرد خاموش و روشن میشه. به این معنی که احتیاط کنین، سرعت خود کم کنین، سرک‌ها لغزنده است، ممکنه تصادف بشه. هر وقت که پس چراغ زرد یا فلش زرد دیدین که خاموش و روشن میشه به معنی احتیاط هست، سرعت خود باید کم کنین، متوجه اطراف خود باشین. بعض وقتا چراغ زرد است خاموش و روشن میشه، اگر شما دید نداشته باشین او چراغ نصب میکنه. ما بعض وقتا متوجه شدم که اگر چراغ راهنما پشت درختها پنهان باشه، مثلا ما دید نداشته باشم، باز پیشا پیش دولت میای همین چراغ زرد نصب میکنه که ما یکم سرعت خود کم کنیم، با خاطر که پشت درختها ممکنه که چراغ راهنمای رانندگی باشه، چون ممکنه چراغ راهنما مثلا همون رنگش سرخ باشه دیگه، باید ما استارت کنیم. برای همون خیلی متوجه باشین وقتی که چراغ زرد خاموش روشن میشه یا فلش زرد خاموش روشن میشه، سرعت خود کم کنیم.
خب چراغ یا تیر سبز، خب تیر سبز و چراغ سبز همیشه میتونین حرکت کنین، مشکلی نیست. اما با همون صورت هم همیشه شما به حیث یک درایور خیلی باید محتاط باشین. اگر چراغ سبز هم هست، اگر میبینین یک مثلا پیرمرد یا پیرزن از سرک میخوای رد بشه، از سرک میخوای تیر بشه، باید شما استات کنین برش، اجازه بدین که اونا تیر بشن. مثلا نگن که ها ما به خاطر که چراغ چیز بود، سبز بود، ما میتونستم برم، حق اولویت از ما است. نه، باید همیشه حق اولویت به دیگران بدین به حیث یک درایور. ممکنه همو پیرزن، همو پیرمرد ممکنه چشمایش ضعیف باشه، ممکنه مشکل داشته باشه، از سرک که تیر میشه باید شما توقف کامل کنین. حتی اگر چراغ شما سبز است، توقف کنین، بذارین که همون نفر بره، باز وقت شما برین. خیلی متوجه باشین. یا بعض وقتا ممکنه دریور دیگه اشتباه کنه، اشتباهی از سرک مخالف ممکنه بیای داخل سرک شما داخل شه. چراغ شما سبز است، یعنی حق با شما هست، اما او دریور اشتباه میکنه. دیگه شما باید خیلی متوجه باشین، احتیاط کنین که تصادفات به وجود نیاد. اینجا مثلا میخوام گفته در صورت خالی بودن سرک پیش رویتان میتوانید به رانندگی خیش ادامه داد. فهمیدین؟ حتی اگه چراغ سبزه یا فلش سبزه، گفته که باید بازم ببینید که سرک خالی باشه، باز وقت برید. در صورت دور زدن به سمت راست باید احتیاط شود. به سمت راست که میرین میگه باید احتیاط شود، باید ببینین که اشخاص داخل پیاده رو نباشن، وسایط دیگه نباشن، باز وقت میتونین حرکت کنین. در صورتی که اشاره سرخ ترافیکی به سبز تبدیل گردد و افراد پیاده، بایسکل و موپد در حال عبور جاده باشند، برایشان اجازه عبور داد. فهمیدین؟ گفته که چراغ سرخ است، شما ایستادین، میبینین که یک نفر هی داره از سرک تیر میشه، چراغ هم سبز میشه، باید به اونا اجازه بدین که از سرک تیر بشه، باز وقت شما میتونین حرکت کنین. سوال چیزی هست تا اینجا؟ خب گفته که اشاره های غیر فعال. در صورتی که یک اشاره ترافیکی بنابر نبودن برق و یا مشکلات دیگر کار نکند و خاموش باشد، در این حالت شما باید توقف کامل نمود و مطابق قانون چهارراهی های بدون اشاره ترافیکی به مسیر خود ادامه دهید. گفته در صورت موجودیت راهنما با صلاحیت و یا افسر تنظیف قانون در جاده و یا علامات ترافیکی، این امر فوقانی قابل تطبیق نیست. خب بعض وقتا داخل سرکا که هست، همین چراغا هم بعض وقتا مشکل ایجاد میشه برشون. مثلا برق از بین میره، یا طوفان است، چراغ مفته مشکنه، یا لوحه‌های ترافیکی مشکنه. دیگه شما باید خیلی متوجه باشین. گفته اگر چراغ راهنما اگر مشکل داره، مشکل ایجاد میشه برش، باید شما طبق قانون چهارراهی عمل کنین. قانون چهارراهی که او کدام چراغ چیزی نداره. قانون چهارراهی چی هست؟ این هست که از 4 طرف فکر کنین که موتور میه، از 4 طرف موتور میه، شما هر کسی که به چهارراهی اول رسید، اول باید استاپ کنین. استاپ میکنین، هر کس که زودتر استارت کرد حق با او هست و او میتونه حرکت کنه. فهمیدین؟ و اگر چراغ شما خراب است، چراغ خراب شده و میبینید که پلیس استاد است، چراغ میبینید که سرخ است، پلیس به شما میگه برو، پس باید گپ همون افسر پلیس باید شما گوش کنین. اگه میگه برو، شما میتونین برید، با خاطری که چراغ مشکل پیدا کرده، چراغ اصلا کار نمیکنه، از همون خاطر همون پلیس اونجا استاد شده که شما راهنمایی کنه. پس همیشه گپ پلیس هم باید شما گوش کنین و هر چیزی که او میگه از دستوراتش پیروی کنین. خب اشاره های لین رانندگی. خب این چراغایی که میبینید مثلا زبدر سرخ است، زبدر زرد است،
فلش سبز به پایان زده شده و فلش های سفید هست. اینا کلشان اشاره های لین رانندگی هستن. یعنی چی؟ یعنی داخل لین که شما درایو میکنین یا برو جاده میگیرن اینا رو چیز میکنن، خطا رو میکشن، یا ای که بالا سر لین زده هست که شما داخل همین لین آیا حق دارین درایو کنین یا حق ندارین درایو کنین. پس این اشاره ها مربوط به لین است. خب گفته که اشاره های لین رانندگی گفته نشان میدهد که در کدام اوقات روز می توانید و یا نمی توانید در لین متذکره رانندگی کنید. و شما میگه کدام اوقات روز میتونید که درایو کنید داخل همون لین یا نمیتونید. اگر X سرخ است، علامت X و به رنگ سرخ است، علامت زبدر سرخ که اگه بود گفته در لینی که این علامت باشد هیچ وقت رانندگی نکنید. پس سرخ همیشه به این معنی که منع است، نباید همون کارو بکنید. داخل همون لین نباید شما درایو کنید به خاطر که X سرخ است. لین X زرد چی است؟ همون علامت زبدر زرد. اگه زرد است، رنگش زرد است چی است؟ به این معنی است که به زودترین فرصت از این لین باید خدا به لین دیگه ببریم. گفته به این معنی که به زودترین فرصت این لین را ترک نموده و در لین پهلوی آن به رانندگی خیش ادامه دهید. پس هر وقت X زرد بود باید لین خود چینج کنین، در اون لین نباید درایو کنین. تیر سبز گفته وقتی که یک تیرک است رنگش هم سبزه، گفته میتوان در این لین که بالای آن تیر متذکره نصب شده است رانندگی نمود. یعنی از همون لین میتونین استفاده کنین وقتی که تیر است به طرف پایان و تیر هم سبزه، میتونین از اون لین استفاده کنین و درایو کنین. خب تیر دور زدن به سمت چپ، هر دوی این تیرای سفید که میبینین هر دویش به نام تیر دور زدن به سمت چپ گفته نامیده میشه. گفته در صورتی که شما بخواهید در مسیر تیر حرکت کنید می توانید در این لین که با تیر یک طرفه و یا دو طرفه نشانی شده داخل شوید. یعنی که به طرف سمت چپ میتونین داخل همون جاده یا داخل همون سرک میتونین که به همون مسیر حرکت کنید. خب حالا میریم بخش لوحه های ترافیکی. لوحه های ترافیکی گفته که رنگ و شکل لوحه های ترافیکی ارائه کننده معلومات و پیام های مهم می باشند. در شرایطی که قابلیت دید کم باشد مثل غبار، با درک و فهمیدن رنگ ها و اشکال لوحه های ترافیکی می توان هدف آن را درک نمود. شما رنگ یک لوحه ترافیکی را قبل از نزدیک شدن به آن از فاصله دورتر می توان درک نمود که در این حالت شکل و رنگ می توان قبل از خواندن لوحه در رساندن پیام شما را کمک نمود. گفته که بعضی وقتا همین لوحه های ترافیکی که هست ممکنه غبار باشه، ممکنه برف باشه، ممکنه گل و چیز اونها پت کنه. فهمیدین؟ که مثلا شما دقیق خوانده نتونین، معلومات داخلش خوانده نتونین. میگه که شما باید اونقدر این ساینا را صحیح بخونین و تشخیص بدین که اگر همین مشکلات پیش آمد، اگر نتونستین معلومات داخلش بخونین، شما از طریق رنگ و یا شیپ همو لوحه شما باید تشخیص بدین که همون لوحه چی هست. مثلا به طور مثال باید بفهمین شکل مثلا استاپ ساین چطور هست و رنگش چی هست. مثلا لوحه مثلا چیز داریم، همین لوحه های yield
yield که باز بعداً میام به شما تشریح میدم. اگر میبینید که پوت از خوانده نمیشه، باید شما از همون شکل لوحه شما باید بفهمید که همون لوحه چی بیان میکنه، یا از رنگ یک لوحه باید بفهمید که چی بیان میکنه. دیگه اینجا راجع به همون چیزها به شما معلومات میده. اینا رو دقیق بخونید که بفهمین که چی گفته شده، چی میگن. مثلا اینجا گفته که رنگ لوحه های ترافیکی، گفته که شما را میتواند بفهماند که منظور لوحه چی هست. گفته رنگ سرخ که با رنگ سفید استفاده شده باشد. وقتی که همون رنگ لوحه سرخ است و با رنگ سفید مثلا استفاده شده یا معلوماتش نوشته شده. گفته به معنی توقف، احتیاط و یا نخیر است، یعنی کار نباید انجام بده. مثال آن را میتوان لوحه‌های ترافیکی توقف، احتیاط، جاده یک طرفه است، منع پارکینگ گفته میشه. مثالایش هست. دیگه پس اینها دقیق بخونیم. رنگ سیاه گفته به چی معنا هست. رنگ سیاه که با رنگ سفید استفاده می شود. گفته که معلومات در مورد قوانین را ارائه می نماید. مثلا محدودیت های سرعت، منع سبقت، منع دور زدن و غیره. رنگ زرد که با سیاه استفاده شده باشد. گفته علامت احتیاط و یا خطر است. مثلا در جلویتان گلایی، لوحه توقف، تونل با ارتفاع کم، در صورت تر بودن سرک لغزنده است. رنگ زرد چیه؟ اینا کلشان رو بخونید باز خودتان. رنگ زرد سبز تیره با لوحه سیاه نشان دهنده ساحه مکتب و فعالیت‌های افراد پیاده رو می باشد. پس باید احتیاط نمود. لوحه‌های سبز و سفید، آبی و سفید و نصفاری و سفید برای ارائه معلومات مفید استعمال می شود. لوحه سبز رنگ به مقصد ارائه معلومات در مورد منزل یا مناطق یا محلات استفاده می شود. لوحه آبی رنگ برای خدمات وسایط مثلا تانک تل استفاده میشه. لوحه نصفاری رنگ یا براون گفته که محلات تاریخی و کلتوری. خب اینا کلشان بخوانیم که هر کدام لوحه ها رنگایش چی چیزهایی بیان میکنه. اشکال لوحه ها، اینجا راجع به اشکال اقسام لوحه ها مثلا گفته شده. مثلا این 8 ضلعی برای چی هست؟ مثلا مثلث برای چی هست؟ 4 ضلعی ها چی هستن؟ لوزی ها چی هستن؟ اینا کلشان بخوانین دقیق، به خاطر که گفتم اگر ما نتونیم که همین معلومات داخل یک لوحه را بخوانیم، شما باید از طریق شکل همون لوحه بفهمید که همون لوحه بیانگر چی هست. باید چه کار کنین شما. دیگه اینا رو خودتان بخوانین، مطالعه کنین. خب 5 ضلعی گفته که زون مکتب محل عبور متعلمین و محصلین از سرک می باشد. گفته این شکل 5 ضلعی نشان دهنده ساحه مکتب می باشد و به شما در مورد این که در پیش رویتان محل عبور متعلمین و محصلین از سرک قرار دارد اطلاع می دهد. بعضی اوقات این لوحه ها در قسمت پایان خیش دارای تیر افقی می باشد که نشان دهنده محل عبور متعلمین پیاده رو می باشد. پس در این حالت 2 لوحه را در یک پایه خواهید دید. خب این لوحه چی هست؟ لوحه متعلمین است. هر وقت که دو دانه نفرک دیدین که دستشان چیز مکتب است، او از مکتب است. اگر 1 نفر بود، او از پیاده رو هست. کسایی هستن که از پیاده رو رد میشن. اگر 2 نفر بود، پس ای از مکتب است. 5 ضلعی از مکتب است. و گفته اگر این تیرک باشه، وقتی که هر وقت که تیرک رو میبینیم به این معنی که از همون منطقه، از همونجا متعلمین مکتب رد میشن، تیر میشن. اگر تنها همین 5 ضلعی دیدین، یعنی همون ساحهش است. ساحه عبور مرور متعلمین مکتب می باشه.
پس فرق این دوتا لوحه چی هست؟ به این هست که اگر همون تیرکر داشته باشه به این معنی که از همون منطقه، از همون جا که تیر زده، از همون جا متعلمین مکتب تیر میشن. خب گفته که لایه های تنظیمی یا راهنما، گفته این لایه ها شما را از قوانین با خبر می سازد. پس باید بالای هدایات مندرجه آن عمل گردد. به خاطر باید داشت که دایره سرخ با خط به معنی نه یا من می باشد. پس هر چیزی که در داخل این دایره رسم شده باشد به این معنی است که همان چیز من هست. پس این لوحه، گفته که این لوحه به چه معنی؟ که یک دایره گک داره، سرش هم یک خط سرخ داره. به این معنی هست که هر چیزی که داخل همین چیز باشه به این معنی که من هست، نباید او کار بکنیم. به طور مثال اگر میبینید که یک سیگارت است، داخل از این سیگارت است معمولا باز یک دایره سرخ هم کشیده، سرش هم خط کشیده، به این معنی که همون منطقه، همون چیزی که هستن باید سیگارت کسی نکشه. یعنی من سیگارت کشیدن است. سیگارت ممنوع هست همون منطقه. یا اگر میبینید اینجا یو هست، یو یعنی یو ترن نباید بکنیم، یعنی دور نباید بخوریم. همین اگر میبینید که فلش دست راست است، یعنی به طرف دست راست است، یعنی ای که به طرف دست راست دور نخور. اگر میبینید فلش دست چپ است، به این معنی که به طرف دست چپ دور نخور. پس هر وقت این لوحه را دیدین که یک گردک است، سرش هم خط کشیده، به این معنی که همون کار نباید انجام بدیم. به معنی من می باشد. خب لوحه دومی چی است؟ اسپید لیمیت 55. یعنی که همون اسپید لیمیت یعنی سرعت سرک. سرعت سرک مثلا میگه که 55 است. از 55 دیگه ما نباید بیشتر درایو کنیم. پس این لوحه به معنی حد اعظم سرعت است. حد اعظم سرعت یا اسپید لیمیت. گفته که این لوحه ها برایتان بیشترین سرعت روی همون سرک رو نشان میدهد. یعنی اینجا اگر همین 55 در نظر بگیریم، شما داخل یک سرک هستین، گفته اسپید لیمیت 55. به این معنی که بالاترین سرعتی که شما میتونین درایو کنین 55 است. بیشتر از او اگر درایو کنین غیر قانونی است. اگر پلیس شما رو گرفت حق از این داره که مثلا شما رو بگیره اگر بالاتر از این سرعت شما درایو کنین. اگر داخل امتحان هم آمد به شما میگه که سرعت سرک 55 است، یعنی اسپید لیمیت میگه 55 است، آیا من اجازه دارم که 60 حرکت کنم داخل از سرک؟ میگه نه، او اشتباه است، نباید شما به 60 حرکت کنین، باید یا 55 حرکت کنین یا پایانتر از 55 حق دارین. مثلا اگر 45 ما حرکت میکنم خیر است، مشکل نیست. اگر 50 حرکت میکنم مشکل نیست. مقصد سرعت اعظم یعنی بالاترین سرعتش همین 55 است. از 55 نباید ما بالاتر درایو کنم. خب گفته که اینجا یک موضوع دیگه خیلی مهم است. گفته که در جریان باران، برف و یخ زدن سرک باید سرعت را کمتر از سرعت نوشته شده حفظ نمود. اگر شما سرعت خود را مساوی به سرعت نوشته شده و یا اندک کم و یا زیاد از سرعت درج شده حفظ کنید، جریمه خواهید شد. خب گفته که وقتی که سرک ها لغزنده است، وقتی که بارانی هست، وقتی که برفی هست، شما از این سرعتی هم که گفته شما باید خیلی پایانتر حرکت کنیم. پس سرعت سرک بر اساس آب و هوا همیشه چینج میشه، همیشه تغییر میکنه. باید ببینید که آیا در همون سرکی که شما در حال حرکت هستین کدام سرعت به شما سیف است، به شما خوب است. وقتی که میبینید که آب و هوا خراب است، دید ندارین، بعض وقتا باران خیلی زیاد ممکنه بیایه که دید شما کم است.
و سرعت هم 55 است. اگر شما سرعت شما 20 بشه یا 15 بشه خیر است، مشکل نیست، شما دید ندارین. سرعت خود کم کنین، آهسته آهسته حرکت کنین تا باران بند شه. یا بعض وقتا حتی ما متوجه شدم بعض وقتا که زیاد باران است اینها، راننده ها کنار جاده یا کنار سرک استاد میشن، میگن باشه استاد میشیم ما تا باران صحیح بند بشه باز وقت حرکت میکنیم. تمام چیز باید خیلی متوجه باشین که همو سرک مناسب رانندگی باشه. اگر احساس خطر میکنین، اگر فکر میکنین که شما وقتی که در حال حرکت هستین دید ندارین، مثلا آب و هوا خراب است، خیلی لغزنده هست، نمیتونین کنترل کنین موتور، گوشه کنین، احتیاط کنین، مثلا گوشه کنین، منتظر باشین تا موقعیت بهتر بشه باز وقت حرکت کنین. خب do not enter your wrong way. هر دوی از اینا یک چیز میگه. do not enter یعنی داخل نشین. wrong way یعنی راه اشتباه است. هر دوی از این لوحه ها به یک معنا هست، یک چیز رو به شما میرسانه. گفته منع دخول یا راه اشتباه است. گفته که این لوحه ها به این معنی است که در این مسیر رانندگی کرده نمیتوانید. در صورت دخول در همچو سرک ها به احتمال قوی با موتورهایی که از جانب مقابلتان میآید روبرو تکر خواهید کرد. پس در صورت مواجه شدن با همچو حالات توقف نموده و دور بزنید. جاده یک طرف است. خب این قضیه است. خب پس منع دخول یا do not enter your wrong way به این معنا هست که داخل همون جاده شما نباید وارد بشین. سرک اشتباه است. از اون طرف ممکنه ترافیک بیایه. از اون طرف که ترافیک بیایه ممکنه تصادفات بشه. پس هر وقت که این میبینین، این دوتا لوحه را میبینین که گفته do not enter your wrong way، باید داخل همون سرک وارد نشین. یعنی منع دخول. داخل همون سرک نباید داخل بشین. خب one way این دوتا لوحه هم یک معنا میدن. چی وقتی که میبینید که یک تیرک است داخلش نوشته کرده one way، اگر یک لوحه میبینید که داخلش نوشته one way یک تیرم به پایانش هست، هر دویش یک معنا میده. one way یعنی جاده یک طرفه است. همون سرکی که میرین یک طرفه است. ترافیک به یک سمت روان است. خب بخونیم که چی گفته؟ گفته که جاده یک طرفه. مسیر حرکت وسایط به طرف مسیری که تیر متوجه است می باشد. یعنی به طرف همون تیر ترافیک است. جاده یک طرفه است. از اون طرف دیگه موتور نمیایه. میتونه شما به طرف تیر حرکت کنید. خب این سه تا لوحه دیگه که گفتم به شما پیشتر گفتم که هر وقت دایره سرخ سرش هم خط کشیده بود یعنی همون کارش نباید انجام بدیم. مثلا اینجا به طرف دست چپ دور زدن ممنوع هست. نباید دور بخوریم. به طرف دست راست دور زدن ممنوع هست. یوترن زدن ممنوع هست. نباید این کار بکنیم. پس اینا کلشان ممنوع بودن است. یعنی نباید همون کارا رو انجام بدیم. باز اینا خودتون دقیق بخونین که چی گفته شده، تعریفاشون هم بخونین، یاد بگیرین. No turn on red. No turn on red یک نفر به من بگه که چی وقت این لوحه استفاده میشه. در کدام سرکا نوشته شده که no turn on red. در سرکای یک طرفه معمولا داشته می باشد. نه چارایی. در چارایی. خب دیگه کس دیگه هست؟ یعنی میگه تا وقتی که چراغ سبز نشده نباید دور بزنیم. چراغ سرخ. فرین ها. معمولا معمولا باید باشیم تا چراغ سبز شد. درست است.
no turn on red کلا معنیش همین هست که نباید وقتی که چراغ سرخ است نباید دور بخورین. باید منتظر باشین تا سبز بشه. معمولا این لوحه را کجا میبینین؟ وقتی که به جاهایی میبینین که میخواین به طرف دست راست و یا دست چپ دور بخورین. معمولا به طرف دست راست است این لوحه که پیشتر به شما تشریح دادم. گفتم که وقتی که چراغ شما سرخ است که میخواین به طرف دست راست دور بخورین. اگر همین لوحه باشه نوشته کرده که no turn on red، به این معنی که من نمیتونم وقتی که سرخ است نمیتونم دور بخورم، باید منتظر باشم تا سبز بشه، باز وقت میتونم به طرف دست راست دور بخورم. اگر همین لوحه نباشه من میتونم دور بخورم، اما باید توقف کامل کنم، طرف دست راست طرف دست چپ نگاه کنم، حق اولویت از دیگران است، به اونها اجازه بدم، باز وقت به طرف دست راست دور خورده میتونم. پس معمولا no turn on red جایی هست که یا میخواین به طرف دست راست، معمولا به طرف دست راست وقتی میخواین دور بخورین این لوحه هست، یا ای که به طرف دست چپ. خب گفته که منع دور زدن با چراغ سرخ، گفته که no turn on red، گفته در صورت روشن بودن چراغ سرخ دور باید زده نشود. تا سبز شدن چراغ باید انتظار کشید. پس هر وقت این لوحه رو میبینید باید سبز بشه، باز وقت حرکت کنید. Do not pass. Do not pass یعنی سبقت گرفتن ممنوع است. یعنی همون سرک، داخل همون سرک شما نباید سبقت بگیرید. Do not pass و یک ساین دیگه میایه باز بعدن به نام no passing zone. فکر میکنم no passing zone یک چیز است. به این معنی که داخل همون سرک یا همون منطقه باید سبقت گرفته نشه. سبقت یعنی پیشی گرفتن. یعنی پیش روی ما موتر است. اگر ما بیام از این موتر پیشی بگیرم، بگم ما باشه برم، به خاطر که موتر پیش روی خیلی آسته آسته میره، ما برم خود پیش رویش بندازم یا قرار بدم، اون به معنی سبقت گرفتن میگن. گفته که هر وقت که همین لوحه را میبینین که نوشته که do not pass، به این معنی که شما نباید سبقت بگیرین از دیگه موترها. دیگه اینجا میخوانیم گفته که این لوحه نشان دهنده شروع محل منع سبقت است. از واسطه که در پیش رو شما در حال حرکت است، حتی در صورت فرصت بودن جاده هم باید سبقت نشود. گفته حتی اگر جاده خالی هست، کسی دیگه موتر دیگه هم نیست، فقط یک موتر از پیش رویتان، میگه وقتی که میبینید که گفته شده do not pass نباید سبقت بگیرین از دیگه موترها. خب left turn yield on green. left turn yield on green چی وقت استفاده میشه؟ میتونه کسی به ما بگه؟ در صورتی که سبز باشه ما میتونیم دور بخوریم. میتونیم دور بخوریم، اما باید چیکار کنیم؟ متوجه باشیم. آفرین، باید متوجه باشین، yield کنین، باید به دیگران حق اجازه بدین که اونها برن، باز وقت ما حق قضیه داریم. هر وقت که پس left turn yield on green دیدین، left turn یعنی میتونین به طرف چپ دور بخورین. yield on green گفته که yield کنین. بعد yield یعنی ای که باید به دیگران حق اولویت بدین. اگر میبینین از پیش رو موترمیه، حق اولویت اونها دارن، حق اجازه اونها دارن، اونها باید برن، باز شما میتونین دور بخورین. پس هر وقت left turn yield on green دیدین، این معمولا این ساین به طرف دست چپ که میخواین دور بخورین میباشه. همین ساین معمولا به طرف دست چپ. دیگه هر وقت که ایر دیدین چراغ سبز است، استاد میکنین، توقف کامل کنین، ببین از پیش رویتان اگر موتر نبود، باز وقت شما دور خورده میتونین. خب
بخونیم ببینیم که چی گفته تعریفش. گفته این لوحه نزدیک چراغ ترافیکی نصب می باشد. نزدیک چراغ ترافیکی است همین لوحه. یعنی چراغ ترافیکی هم هسته، این هم یا پایینش هست یا بالایش هست چسبانده. در صورتی که خواسته باشید به طرف چپ دور بزنید، پس این برای سمت چپ استفاده میشه این لوحه. گفته که در صورتی که میخواین که به طرف چپ دور بزنید، با دیدن این لوحه باید به ترافیک جانب مقابل با دیدن این لوحه باید به ترافیک جانب مقابل دیده شود. در صورت فرصت بودن جاده میتوان به سمت چپ دور خورد. همون گپ ما هسته که ببینید که جانب مقابلتان کسی اگر نبود، مثلا کسی نمیایه، باز وقت شما میتونید به طرف دست چپ در بخورید. اگر نفر از پیش رو میامد باید اونها رو بذارین که برن، باز شما میتونید برن. خب این لوحه دیگه چی معنا میده؟ گفته که به طرف راست ادامه دهید. Keep right. گفته گلدان میان سرک و یا مانع پیش رویتان میآید. با دیدن این لوحه باید مسیر خیش را به طرف راست، به طرفی که تیر متوجه است تغییر دهید. پس هر وقت که این علامه رو دیدین، این علامت لوحه رو دیدین، به این معنی که همین قسمت سیاهیش یعنی گلدان است یا یک مانع هست. شما باید دست راست خور بگیرین، به طرف تیر حرکت کنین، دست راست خور بگیرین که با همون گلدان یا مانع شما اصابت نکنین، تکر نکنین، باید دست راست خور بگیرین. خب کنترل استفاده از لین use control. خب این دوتا که گفته که only گفته که این لوحه به نام کنترل استفاده از لین نامیده میشه. در این لین میتوان صرف به سمت تیر دور خورد. پس وسایطی که به سمت تیر دور میخورن میتوانند داخل لین متذکره شوند. وسایطی که در این لین ها در حرکت اند باید به سمتی که لین متوجه است به حرکت خود ادامه دهند. هر وقت که میبینین only نوشته شده هست، only به طرف همو تیر شما باید حرکت کنید. معمولا اینها ما این علامه ها در سرکایی دیدم که چندین لاین داره، مثلا لاین دست راست داره، لاین دست چپ داره. باز شما متوجه میشین که مثلا به لاین دست راست مثلا نوشته کرده only، یعنی داخل همون خط شما باید باشین، داخل همون خط باید استارت کنین موتور، باز به طرف دست چپ دور بخورین. فهمید؟ پس هر وقت only بود یعنی به این معنی که داخل همون لاین باید باشین. بعض وقتا ما متوجه شدم که همین only که هست، همین only هست، اما مثلا به طرف دست راست ایت فلش داره به طرف دست راست و یک فلش دیگه داره به طرف بالا. به این معنی که هم میتونیم به طرف دست همون لاینی که استاد هستن هم میتونیم به طرف دست راست برین، هم میتونیم به طرف بالا حرکت کنیم. باز اگه داخل سرک ها رفتین دقت کنین به همین چیزای only که هست، لوحه های only، باز متوجه میشین که منظورش چی هست. منظورش کلن به طور عموم همین هست که همون لینی که حرکت میکنین به شما میگه که همون لین به طرف دست راست شما میتونین دور بخورین یا مستقیم میتونین برین. به شما پیشا پیش خبر میده که آیا داخل لین مناسب استاده هستین یا نیستین. خب این شد از only. میریم قسمت وسایطی که دارای مسافرین بیشترن. خب کسی میتونه که این لوحه را تشریح بده؟
به چی معنا هست؟ کیها میتونن استفاده کنن از این لین؟ این لوحه برای موترهای کلان است که موترهای کلان میره برای زو میباشه. خب داخلش چی نوشته شده؟ موترهایی که کلان است سر از 6 بجه AM تا 9 بجه AM منم نفهمم صحیح. داخل از یه چیز سانشی باشن که زیاد باشن HOV سرکای HOV. آها سرکای HOV چی هست؟ موتر مثلا نفر از یک نفر دو نفر زیادتر باشن از این سرک میتونه استفاده کنه. آفرین. صحیح، درست گفتین. این لوحه رو که میبینین نوشته کرده HOV یعنی چی؟ یعنی High Occupancy Vehicle. High Occupancy Vehicle یعنی چی؟ یعنی که موترهایی هستن که یا خیلی گرنگ هستن یا ای که در داخل موتر یا 2 نفر هستن یا از 2 نفر بیشتر هستن. مثلا مینی بسا یا اگر شما داخل موتر خب یک نفر دیگه هم دارین که شیشته هست کنارتان، میتونین از اون لین استفاده کنین. خب داخل همین لوحه چی نوشته کرده؟ گفته که HOV به این معنی که High Occupancy Vehicle، یعنی وسایطی که دارای مسافرین بیشتر هستن. همین 2+ یعنی که یا 2 باشه یا شامل 2 یا بیشتر از 2 نفر باشه. اگر 3 نفر هم بودین میتونین از این لین استفاده کنین، اگر 2 نفر هم بودین میتونین استفاده کنین. پایینش هم نوشته کرده که از ساعت 6 AM از ساعت 6 صبح تا 9 صبح Monday through Friday، روزای از روز دوشنبه تا جمعه میتونن نفرها از همون لین استفاده کنن. بعضی وقتا ممکنه داخل همون لوحه نوشته نباشه که مثلا از ساعت چند تا چند. فهمیدین؟ پس هر وقت این لوحه اختصاص شده، یعنی جای به لین هایی هست که همون لین رزرو شده، یعنی اختصاص داده شده به موترهایی که یا 2 نفر هستن داخلش یا بیشتر از 2 نفر هستن. به اون لین از اون لین استفاده میکنن و معمولا این کار به خاطر چی میکنن؟ به خاطری که ترافیک کم بشه. معمولا از ساعت 6 صبح تا 9 صبح ترافیک خیلی زیاد است. وقتی که ترافیک زیاد باشه همون لین اختصاص دادن برای اشخاصی که برای موترهایی که از 2 نفر بیشتر دارن یا 2 نفر یا بیشتر مسافر دارن، میرن داخل از اون لین معمولا خلوت تره که بتونن زودتر به مقصد خود برسن یا ترافیک رو کم کنن. باز این چیز از این لوحه استفاده میکنن. معمولا داخل هایوی ها هست. دیگه یک موضوع دیگه چی بود که میخواستم بگم؟ دیگه اگر شما مسافر دارین که مثلا بیشتر از 3 نفر یا 2 نفر هستن، میتونین از اون لینا استفاده کنین. خب پارکینگ وسایط معیوبین و معلولین. هر وقت که این لوحه را دیدین، یعنی همون پارکینگ مخصوص اشخاصی هست که معلولین هستن و معیوبین هستن که از خود اونها پرمیت دارن، یک کارت دارن و کارت باید پشت شیشه خود بذارن که نماینگر ای هست که همون نفر یا معلول است یا معیوب است. همون کارت میذارن، باز داخل همون پارکینگ ها پارک میکنن. اگر شما همون جواز ندارین نباید داخل همون پارکینگ ها پارک کنین. گفته پارکینگ وسایط معلولین و معیوبین چی هست؟ گفته پارکینگ هایی که دارای این لوحه اند مختص به افراد معیوب و معلول بوده و اشخاص عادی نمیتوانند در این محلات وسایط خیش را پارک نمایند. فهمیدین؟ پس او برای اشخاص معلولین و معیوبین بود. خب لوحه های اخطاری یا warning sign. هر وقت که لوحه زرد رو میبینین به این معنی که warning sign است. warning sign یعنی که احتیاط کنین و شما پیشا پیش اخطار میده.
گفته که لایه‌های اخطاریه نشان دهنده خطر احتمالی در جلو می باشد. با دیدن این لایه‌ها باید سرعت را کم نموده و متوجه لایه‌های دیگر باشید. پس هر وقت لایه‌های نارنجی‌ها که می‌بینین، نارنجی‌ها رو می‌بینین، به این معنی که احتیاط کنین، سرعت خود کم کنین، پیش رو دیگه لایه‌ها قرار است که بیاید. exit 25 این لایه که هر وقت می‌بینین. exit یعنی چی؟ یعنی خروج. 25 mph یعنی همون سرعت سرک باید 25 باشه. این معمولاً وقتی که شما در یک هایوی رانندگی میکنین میخواین که اگزیت بگیرین. اگزیت یعنی از همون سرک اصلی خارج بشین، سرک خردتر بگیرین. نوشته کرده که اگزیت 25 به این معنی که همون سرکی که قرار است که دور بخورین باید سرعت شما پایین کنین، باید سرعت خود پایین کنین به 25 برسونین. اگر سرعت شما زیاد باشه و دور بخورین باعث میشه که تصادف کنین. پس خیلی متوجه باشین اگر داخل هایوها رانندگی میکنین. اگر قرار است که اگزیت رو بگیرین، اگزیت یعنی خارج بشین، همیشه سرعت خود کم کنین. چون معمولاً اگزیت ها سرعت ها پایین تر میه. دیگه به این لایه ها هم حتما توجه کنین. اگر گفته سرعت 25 کنین، حتما باید سرعت 25 کنین. اگر نه، اگر سرعت شما بالا باشه تصادف میکنین یا موتور شما چپر میشه. دیگه اینها رو پیش بخونین، مد نظر داشته باشین. مثلا این لوحه دیگه زرد است، فهمیدین؟ لوحه زرد لوزی شکل است، داخلش نوشته کرده اسپید لیمیت 45. یعنی که همین لوحه زرد پیش به شما اخطار داده، گفته که سرعت خود کم کن. چیکار میکنه؟ سرعت خود کم میکنه. میگه که سرعت خود کم کن، پیش رویت قرار است که یک لوحه دیگه بیایه که داخلش نوشته کرده که سرعت سرک شما باید 45 باشه. پس هر وقت که این ساین دیدین به این معنی که پیش رویتان قرار است که مثلا سرعت شما تغییر کنه، یا پیش رویتان قرار است که چراغ ترافیکی بیایه. ممکن همون چراغ ترافیکی سرخ باشه، شما باید سرعت خود کم کنین. هر وقت که این علامت نارنجی دیدین که داخلش همین قسم چراغ راهنمایی هم بوده داخلش، به این معنی که سرعت خود کم کنین. پیش رویتان قرار است چراغ راهنما بیایه. ممکن است که همون چراغ سرخ باشه، شما باید آمادگی استاپر داشته باشه. صحیح شد؟ واضح شد اینا؟ خب نو پاسینگ زون هم که گفتم که نو پاسینگ زون دقیقاً مثل بیشتر بالاتر که گفتم به شما یک لوحه دیگه بود که گفته بود که do not pass. همین do not pass که گفته do not pass و همچنین no passing zone به یک معنا هستن. no passing zone یعنی همون زونی که هستن، همون منطقه‌ای که هستن نباید سبقت کنین، نباید پیشی بگیرین از دیگه موتورا. ساحه منع سبقت گفته این لوحه نشان دهنده شروع محل منع سبقت است. از واسطه‌ای که در پیش روی شما در حال حرکت هستن، در پیش روی شما در حال حرکت است، حتی در صورت فرصت بودن جاده هم باید سبقت نکنید. حتی اگه جاده شما خلوت هم هست، کسی نیست، بازم نباید سبقت کنید.